اینا مردم در شهر ماریوپول اوکراینا اومگین پول ندادن. ابیشت کردن 120,000 اویلک سه وقت خوردن. اعتراض دهم مهاجر تاجیک در شهر ماریوپولی از جانب روسیه غصب شده اوکراینا. 6 ماه پیش روسیه با وعده معاش کلان آنها را به کار در این شهر جلب کرد و برخی از مهاجران قسما و به برخی دیگر تماما معاش ندادند. اینا مردم اینجا دعوا دارن. نه اینجا دروغ بوده، نه اویلکو را با 60,000 کردن. اینا دعواشون برای شما. ابیشت کردن که سه وقت پیتانی جای خوب همش است. نه اویلک دادن هر یک ماه 15 روز بعد اویلک میگه. این در حال است که شرکت‌های روسی و میانه‌روها به خواهشمندان کار در ماریوپول ماهانه برابر با 120,000 روبل روسی را وعده می‌دادند. مهاجران در این شهر بناهای قسماً ویران شده را ترمیم می‌کنند و بناهای تخریب شده را از سر نو می‌سازند. سلام علیکم. اینا اینجا ماریوپول. اینا می طرفو دایم، اینا هم طرفو ماریوپول. روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهر بندری اوکراینا را هدف قرار داده بود. تلاش ما برای پیدا کردن نظری آنهایی که مهاجران را به کار جلب کردند نتیجه نداد. برخی طریق شرکت‌ها و برخی را افراد علاهیده به کار جلب می‌کنند. این کاری آنها، کاری مهاجران در این محل بر ضد قانون‌های بین المللی است. یعنی که موافق قانون‌های بین المللی آنها در جای قرار دارند که اجازت حق ورود ندارند به اجازت دولت اوکراینا، چون که این زمین اوکراینا حساب کرده می شود و برای این جوابگاری دارد و در صورتی که اگر که در آنجا آنها اسیر گرفته شوند حتما موافق قانون‌های اوکراین و بین المللی به جوابگاری کشیده می شوند. آنها به مثل سربازان یعنی که اسیر حساب نمی شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های غصب شده اوکراینا سفر نکنند. روسیه که اولی تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت شهر بندری ماریوپول را اشغال کرد، حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران برخی بناهای خراب شده را بازسازی کند.